درود خدمت دوستان عزیز. دوستان اگر به گل و گیاه علاقه دارید، اگر حتی یه گلدون گل توی خونه دارید، اگر یه درخت توی باغچه دارید، اگر باغ دارید، این اطلاعات ممکنه به دردتون بخوره. من چند روز پیش رفته بودم یه باغی رو بازدید کنم، دیدم درختای سرحالی نداره، خیلی هم بنده خدا زحمت میکشید پای اون درختا، ولی درختاش زرد بودن، بار خوبی هم نداده بود، رشد خوبی هم نکرده بودن. پرسیدم کود چی بهشون دادی؟ گفت که آقا من هر سال به اینا کود 3-20 میدم، 20-20 میدم، بهترین کود میگیرم، ولی چرا رشد نمیکنن؟ مگه از کود 20-20 بالاتر هم هست؟ این شکل تصمیم گرفتم یه اطلاعات خیلی مختصر و کلی در مورد کودها بدم. ببینید کودها بر دو دسته تقسیم میشن: کودهای ماکرو یا درشت مغذی و کودهای میکرو یا ریز مغذی. کودهای ماکرو و درشت مغذی ها 3 عنصره. ببینید کود ماکرو شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم میشه، یا به اصطلاح میگن NPK: N نیتروژن، P فسفر، K پتاسیم. این 3 عنصر درشت مغذی که بر اساس اون پیوند مولکولی و نوع جذبشون تقسیم بندی شده، لازمه رشد یه گیاهه، از گل گلدون بگیر تا درخت میوه. حالا این کودا وقتی اینا رو با هم میکس میکنن، بر اساس اون درصدی که از این عناصر توش وجود داره نامگذاری میشه. کود 20-20 یا 20-20 این 20% نیتروژن داره، 20% فسفر داره، 20% پتاسیم داره و همیشه هم نباید این کود داد. اول بهار شما کود 10-52-10 نیاز دارید. 10-52-10 یعنی چی؟ یعنی این که 10% نیتروژن، 52% فسفر و 10% پتاسیم داره. شما وقتی NPK به درختتون بدین، درشت مغذی های درخت‌ها تامین کردین. این درشت مغذی ها بخوای نسبت به ما انسان ها حساب کنی، مثل نون و گوشت و برنج میمونه. اینا رو شما وقتی بخوری، خب بدن آدم به سبزیجات، به ویتامین ها، به نمک هم نیاز داره. شما نمیتونی غذا بدون نمک بخوری که حتما باید نمک بدنم تامین بشه. اینه که باید حتما عناصر ریزمغذی درخت شما و گیاه شما هم تامین بشه. ریزمغذی ها شامل چی میشه؟ ریزمغذی ها یا کودهای میکرو: روی، بر، منیزیم، منگنز، آهن، کلسیم، مس، مولیبدن. اگر درخت شما گل نمیکنه، روی نیاز داره. اگر گل میکنه، گلش به میوه تبدیل نمیشه، کمبود بر داره. اگر که میوه‌هاش میریزه، خب کلسیم میخواد. اگر برگه‌هاش میپیچه، منیزیم نیاز داره. اگر برگه‌هاش زرد میشه، آهنش کمه. تمام این کودهای میکرو هم باید به گیاه شما بدید تا گیاهتون خوب رشد کنه. حالا میبینیم جایی کود ماکرو خوب دادید، کود میکرو خوب هم دادید، ولی باز میبینید گیاه خوب رشد نمیکنه. میبینید که میوه نمیده، اون درخت که شما میخواید نیست. اینجاست که بحث اسیدها پیش میاد. ببینید وقتی شما این کودا رو میدید به یه گیاه، مثل اینه که تمام این مواد غذایی رو گذاشتید توی ظرف شیشه‌ای، درش رو قفل کردید، گذاشتید جلوش. اینا رو میبینه ولی نمیتونه بخوره، نمیتونه جذب کنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اکثرا ما مشکلی که میبینیم دارن مشکل قلیایی بودن خاک یا آبه. وقتی خاک شما قلیایی باشه، pHش بالا باشه، درخت نمیتونه اینا رو جذب کنه و برای شکستن اون قفل که درخت بتونه اینا رو جذب کنه، پای اسیدها میاد وسط. اسیدها چیه؟ اسیدها مثل گوگرد مایع، امفوریک اسید، هیومیک اسید و چیزی که چند سال ما دیدیم خیلی اثر خوبی داره، دود مایع یا سرکه چوب. شما وقتی اینا رو به گیاهتون میدید، pH میاد پایین و درخت شروع میکنه این مواد غذایی رو جذب کردن. خدمتتون عرض کنم که علت قلیایی شدن چیه؟ به خاطر اینکه آب چاه این که میگن شوریش بالاست، یعنی قلیاییه، نه اینکه شوره. جایی که خاکش آهکی هم اونم میگن آقا شوری خاکت بالاست. آب چاهی که از لایه‌های آهکی میره، اگه pHش بالا باشه، باعث میشه که گیاه شما عناصر جذب نکنه. یا اینکه بعضا میبینیم آقا آب کلردار میدن، یه استخر داره هفته چند بار بهش کلر میزنه، بعد از چندین بار کلر زدن تازه این آبو میده به درخت‌ها. نه، آبی که pHش بالا باشه خاک رو به مرور قلیایی میکنه و درخت شما جذب نمیکنه. باید اسیدها رو بدید تا این عناصر رو گیاهان و درختان شما جذب بکنه. حالا بعضی وقتا میبینی که آقا
شما میای کود ماکرو میدی، کود میکرو خوب میدی، اسید هم بهش میدی، حالا مثلا سرکه چوب میدی یا انفوریک اسید میدید یا هیومیک اسید میدید، بازم خوب رشد نمیکنه. دو تا آیتم دیگه تو رشد درختای شما مهمه. یکی آفتابه. اگر درخت زیر سایه یه درخت دیگه‌ای باشه و آفتاب خوب بهش نرسه خوب رشد نمیکنه. یکی از مسائل مهم دیگه آبیاری. دوستان بعضا دیدم یه جایی یه بنده خدایی گاوداری داشت، چند تا درخت هم داشت، آب زیاد داشت، هر روز این درخت‌ها رو آبیاری میکرد. بعضن هست آقا هفته‌ای 2-3 بار آبیاری میکنه. درسته آب برای ما خوبه، هر چقدر آدم‌ها بیشتر آب بخورن به نفعشونه، ولی گیاه اینجوری نیست. شما وقتی آب زیاد میدین، آبیاری زیاد باعث میشه که تمام این املاح سطح خاک شسته بشه بره پایین و خاک شما به قول معروف عقیم میشه، هیچ مواد غذایی توش نمیمونه. آبیاری باید به اندازه باشه. آبیاری زیاد هیچ حسنی برای درخت شما نداره، غیر از اینکه درخت خوش میکنه و جلوگیری میکنه از جذب عناصر. آبیاری باید به اندازه باشه که ریشه ها بیاد بالا، تو 30-40 سانت بالای خاک، آفتاب رو خاک میخوره، خاک شیرینه، این عناصر هم توش وجود داشته باشه، به قول معروف عناصر پخته میشن و جذب میکنه. وقتی شما آبیاری میکنی، وقتی آب استخر رو میذاری روش 20 سانت 30 سانت آب پای درخت وای میسه، آبیاری خیلی سنگین میکنی، وقتی پای درخت مثل استخر میشه تمام این املاح میشوره میبره پایین و هیچ مواد غذایی دیگه به درخت نمیرسه. آبیاری باید به اندازه باشه، سر موقع باشه. یه پسته ماهی یک بار، نمیدونم درخت انار 21 روز یه بار، برای یه درخت بنا به نیاز خودش باید آبیاری بشه. آبیاری زیاد غیر از این که ضرر به درخت میزنه هیچ منفعتی برای درخت نداره. باید حتما آبیاری به موقع انجام بشه و به اندازه. یکی دیگه از آیتم ها ببینید، حالا یه آدمی مواد غذایی خوب خورده، همه چی داره، مثل یه آدم چی کنی، وقتی آدم آرایشگاه نمیره، وقتی آدم به خودش نمیرسه، ریشش بلند شه، موش بلند شه، خب هیچ کس نگاه به این نمیکنه دیگه. درختم همینه. درختم باید هرس کنید. اگر میخواید خوب بار بده، اگر میخواید درختتون خوشگل بشه، میوه خوب بده، بتونه خوب آفتاب و جذب کنه، حتما باید درخت هرس بشه. شاخه های اضافی یه درخت که اصولی هرس بشه، نه شاخه‌هایی که هرچی خوشتون نیامد ببرید. درخت باید حتما به طور اصولی هرس بشه، شاخه‌های اضافی زده بشه تا خوشگل بشه و خوب به شما بار بده. اخلاقش هم باید خوب باشه که اخلاق درخت موقعی که نهال می‌خرید حتما از نهال فروشی‌های معتبر بگیرید، حتما از کسایی نهال بخرید که مطمئن باشید نهال خوب و مثمری به شما میده، نه اینکه نهال بگیرید بعد 20 سال که نگهداری می‌کنید از درخت تازه می‌فهمید اخلاق این درخت خوب نبوده و اصلا بار خوبی هم به شما نمیده. ممنون وقت گذاشتید. این کلیپ رو بفرست برای اون دوستت که باغداره و فکر میکنی به این اطلاعات نیاز داره. خیلی کلی گفتم. یه سری آیتمای دیگه هم راستی هست که بهتون بگم، مثل جلبک دریایی، مثل یه سری اسید آمینوها، اینا اونها دیگه میشه جزء لوازم آرایشی درخت. اگر میخواین دیگه خیلی اوکی بشه و کیفیت میوه خیلی بره بالا و به نحو احسن از درخت نگهداری بکنید، دیگه میشه بحث اون جلبک دریایی و این چیزا. ممنون وقت گذاشتید.